президент محترم ترکمنستان جناب سردار گوربانگولیویچ бердимухамедов, محترم سران دولت ها و حکومت ها، محترم منشی سازمان ملل متحد جناب انتونیو گوتریش، خانم ها و جنابان، پیش از همه برابریت ترکمنستان دوست و سازمان ملل متحد برای برگزار کردن همایش مهم بین المللی امروزه در سطح بلند تدارکاتی و پذیرایی صمیمی اظهار سپاس می‌نمایم. از لحاظ نتیجه گیری و تحلیل فراگیر روند تطبیق برنامه عملی وینا سالهای 2014 سال 2024 کنفرانس امروزه برای گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی اهمیت خاص دارد. این چاره‌بینی امکان می‌دهد تا نتیجه ها ارزیابی گردیده با تمرکز بر رفع مانع‌های موجوده سمت‌های افضلیت‌ناک سفربر کردن سعی و تلاش‌های میهمانده ما معین کرده شود. واضح است که تأمین رشد استوار و رفع مشکلات وابسته به محدودیت‌های ترانزیتی و انفراستراکچوری کشورهای محصور در خشکی تنها توسط راه‌اندازی وسیله‌های مؤثر امکان پذیر است. ما بر آن نظریم که تشکل و استفاده ثمرناک اقتدار دالان‌های نقلیاتی و ترانزیتی این کشورها در نائل شدن به این هدفها مساعدت خواهد کرد. محض توسط همکاری‌های با اعتماد و سودمند ما می‌توانیم از امکانات‌های نو برای تطبیق لایحه‌های مشترک در بخش انرژتیک و بنیاد دیگر انفراستراکچور اجتماعی استفاده نماییم. اشتراکداران گرامی، چنانکه که معلوم است کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی بنابر موقع جغرافی خود در راه رشد استوار با مشکلاتی برای این گروه خاص روبرو میشد. در شرایط امروزه عامل‌های آسیب پذیر بر اثر تشنج ژئوپلیتیکی، بحران‌های مالیوی و اقتصادی، تغییریابی اقلیم و دیگر خطر و تهدیدهای گلوبالی بیشتر تاثیرگذار می‌شوند. در این زمینه تاجیکستان با در نظر داشت افضلیت‌ناکی ساحه‌های نقلیات و انرژتیک بر رشد با سرعت این سمت‌ها اهمیت خاص می‌دهد. کشور ما طی سال‌های صاحب استقلالی برای دسترسی به هدف استراتژی برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی تدبیرهای عملی اندیشیده است. اقدام‌های ما در این جهت در نوبت اول به توسعه امکانات‌های ترانزیتی، نوسازی دالان‌های نقلیاتی و پیوست‌شوی به شبکه‌های منطقوی نگرانیده شده بودند. در این زمینه طی چند سال اخیر در سراسر کشور بیش از 2,500 کیلومتر راه بازسازی و بنیاد گردید و حدود 40 کیلومتر نقطه‌های نقلیاتی ساخته شده مورد استفاده قرار گرفتند. همزمان با این جهت به طلبات سازمان جهانی سودا و دیگر معیارهای بین المللی مطابق ساختن، همچنین رقمی نمودن رسمیات تجارتی و گمرکی کوشش‌های پیوسته به خرج داده می‌شوند. در برابر این تاجیکستان با در نظر داشت اقتدارهای هیدروانرژتیکی خود و مسائل تأمین استقلالیت انرژتیکی و رشد این ساحه اهمیت خاص می‌دهد. حالا در تاجیکستان 98% نیروی برق از منبع‌های آب استحصال کرده می‌شوند و کشور ما از لحاظ حصه استحصال انرژی سبز در جهان در جای ششم قرار دارد. تطبیق استراتژی ملی رشد اقتصادی سبز تا سال 2037 به تاجیکستان امکان می‌دهد که در آینده پوررا به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد. البته برای تطبیق مؤثر چنین هدف‌های سازنده سرمایه‌گذاری‌های زیاد با شمول تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده با ثمر و عاقلانه انرژی لازم است. با در نظر داشت هم پیوندی انرژتیک و تغییریابی اقلیم
میتوان گفت که رشد انرژی سبز یک قدم استوار و مثبت در مسیر حفظ و بهبود اقلیم میباشد. پیامدهای منفی تغییرات اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم‌های کشورهای ما ضرری کلان رسانیده، حتی به حیات آدمان تهدید میکنند. تاجیکستان طی 20 سال آخر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون کشور پیشاهنگ اشتراک فعال دارد. مشکلات مربوط به آب خاصتا در کشورهای آسیب پذیر از جمله کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی به طور واضح به نظر می رسد. تنها 3% اهالی این کشورها به آب نوشاکی بی خطر دسترسی دارد و قسمی باقی مانده در منطقه‌های خشک یا کم آب زندگی به سر می برند. با در نظر داشت این حالت، ما پیوسته به ضرورت اندیشیدن چاره‌های فوری و تطبیق اقدام‌های مؤثر مشترک در سطح جهانی با مقصد حفظ سریع منبع‌های آب آشامیدنی بخصوص پیریخ‌ها تاکید می‌کنیم. آب شوی با صورت پیریخ‌ها یکی از منبع‌های اساسی آب آشامیدنی حالا به یک بحران گلوبالی زمان ما تبدیل یافته. در چند ده ساله آخر شماره آنها به مراتب کاهش یافته است. البته این حالت تأمینات آب را خللدار و به امنیت آزقواری تهدید کرده و رشد اقتصادی تأثیری منفی می‌رسد. باور دارم که نتیجه‌های کنفرانس بین المللی اوید به حفظ پیریخ‌ها که سال جاری در همکاری با سازمان ملل در شهر دوشنبه دایر گردید با پیشبرد روندهای مهم گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار خدمت می‌کند. تطبیق قطعنامه سازمان ملل درباره اعلان سالهای 2025 و 34 همچون 10 ساله عمل اوید به علم‌های کریاسفری که با ابتکار تاجیکستان و فرانسه قبول گردیده است و سعی و تلاش‌های جامعه جهانی در این جهت مساعدت خواهد کرد. چنین رویکردهای سازنده بی‌شبهه برای حل مشکلات کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی جهت رفع مانع‌ها در راه رشد میبده اقتصادی و اجتماعی آنها امکان مناسب فراهم خواهد آورد. با چنین نیت‌های نیک به کنفرانس امروزه برای کارخواهان هستم. از توجهتان سپاسگزارم.